بی که با یک سیر دو سیر نه به خروار 20 سال دیمی یک نرخ روان هستیم. ترشی سی ببرن پاک صفا که بگویم واسه راز ما پیشا بشه. مالی چې غرمې کې څلور پنځه غورې زه وهم له خیره سره له دې حاجي صاحب سره به خبرې اترې لرو را سره پاتې شي. پاک صفایی را جور کنیم که مردم باید از همی صحتمند باشه. د لوی څښتن تعالی په سپېڅلې نامه سلامونه ستړي مه شئ وخت مو په خیر. تاسو د ګلدود یوټیوب چینل لیدونکي یاست. موږ نن د خري راپور لپاره د تیمني چارۍ ته راغلي یاستو چې دلته د 15 کالو راهیسې ترشي فروشي یا چکني فروشي کیږي او اوس هم د رمضان هم نږدې دی نو روژه هم نږدې دی. دلته موږ راغلي یاستو چې دې سره خبرې وکړو چې څومره فروشات لري په دغې 15 کالو کې څومره کار یې کړی دی څومره خلک ترېنه راضي دي او داسې یو ترشي فروشي ده چې زه څنګه راننوتم مالې چې غرمې کې څلور پنځه غورې زه وهم له خیره سره له دې حاجي صاحب سره به خبرې اترې لرو را سره پاتې شئ. السلام علیکم حاجی صاحب. خوب هستین جانجور؟ تشکر زنده باشید. اسمتان حاجی صاحب؟ اسم ما حاجی امیرالله تیمنی چارای تیمنی. چقدر وقت میشه که شما همی ترشی فروشی دارید؟ ما ترشی فروشی تقریبا از 35-40 سال میشه. چقدر مشتری تان راضی استن از ترشی شما؟ والا مشتری خوب نام خدا کلگی راضی است برادر. دیگه مشتری از هر جای داریم. مشتری از ولایت هم زیاد داریم، از داخل شهر زیادتر داریم. از کدام ولایت ها بسیار چیز داره مشتری داره؟ از مزار است، قندار است، کیرات است و جلال آباد زیادتر میبره. همین منطقه نزدیک میدان شهر اینجا میبرند. و شما یک چکنی را که جور میکنید در چقدر وقت چقدر مدت چیزا میگیره در بر میگیره؟ از ما تقریبا 1.5-2 ماه در بر میگیره چکنی و ترشی در 3 ماه 4 ماه جور میشه. و ای خودتان کارخانه همین چکنی چیزا را داره؟ در همینجا موقع داره یا دیگه جای؟ نه کارخانه ما دورتر است. اینجا دکان است با فروشات میرسونیم. کارخانه در خانه است دورتر است. خب و تنها شما چکنی میفروشی اینجا یا دیگه وسایل لبنیات هم هست؟ لبنیات ماست هم است، چکام است، ترشی هم است، مسکه، روغن زرد، تمام چیز است. ولی خب رمضان هم نزدیک است به شمار یک چند روز مانده. چقدر مشتری آمده تا بالی از شما خرید کرده به خاطر رمضان؟ نام خدا مشتری زیاد است. مشتری زیاد داریم. از هر جای میاد. از داخل شهر میجا میاد و از ولایت ها اونجا زیاد میاد پیش ما.
شما گفتی از جلال آباد و از این طرف و مردم مارکتینگ میکنه برات یا خودتان نه از سابق بایپار داشتیم، مردم هم مارکتینگ میکنه و سابق هم نفر زیاد مشتری داشتیم و جلال آباد هم که میبره اونجا به فروش میرسونن، اونجا که میبرن مشتری ها که میبره سیرکی میبرن اونجا باز هم خانواده هستک هم دکاندار هستک میبرن. حالا دایی زیادتر بانجان، زردک، گلپی و هر چیز من دازیم، زیادتر همی بانجان زردک کار میشه. و شما چقدر نظافت مراعات میکنه در خوردن؟ خب بسیار نظافت مهم رول داره. حالا نظافت که نباشه کس نمیخره بیادر. اول نظافت جز ایمان است. نظافت پاکی همی صفایی شه که در ترشی نباشه باز کس نمیخوره بیادر. و امی کار شما که علی میکنید در خانواده شما دیگه نفرم بود یا شما خودتان امی کسب از دیگه کسی یاد کرده؟ امی سابق هم قبل آقا صاحب خدا بیامرزه میکردک، باز نگه ما دمی کسب انداختیم خدا. شما پدرتان می کسب داشت دیگه شما هم آمدید؟ وقت که این کسب پیش نمی بود، خب ما دا سابق دمی چندول دمی کار بودن و دمی کار بودن باز ما خود ما دمی کسب ترشی فروشی رو شروع کردیم. اینی مرچک هستک، مرچ هستک ما خود ما یا تیار میکنیم، مرچ میده هستک این را تیار میکنیم که وقتی که اخته کردیم شه با بوتلا پرش میکنیم با فروش میرسونیم. و جیس محترم امیر شما خودتان در خانه جور میکنید چقدر مدت در بر میگیره؟ این تقریبا 4 ماه 5 ماه در بر میگیره. و قیمت همین یک بوتل چند است؟ یک مشتریان چند میتونید؟ یک بوتل از این 1.5 روپیه. 1.5 بله ها. اینی آچار مکس هست که زردک داره و بانجان داره و کدو داره و کل چیز داره و از تمام چیزی برخوردار است و دیگه سرکش هم خوبش هست به مشتری ها میرسانیم. این بوتلش 100 افغانی میه. و امیر شما در خانه جور میکنی خودتان و چقدر مدعی در بر میگیره که بایرای خرید شود؟ این به می خرید دا 3 ماه 4 ماه هم کلش در می 3 ماه 4 ماه جور میشن. خوب بسیار خوب. ما یک دیگه چیز هم دیدم شاته اصلا می از کدام ولایت میآید؟ اصل از جلال آباد برام میاد. خالص اصل است یا بوره است؟ همین نفره که برام میاره میگه خالص از خوبش است، اصلش خوبش است. و قوطی اصل قوطی چند است؟ 3.5 400 اصل خوبش میاره، اصل بهر است دیگه. خوب بسیار خوب. و دیگه ایتو در بخش ترشی و لبنیات دیگه چی فروشات دارید اینجا؟ فروشات خو اینجا یک مربا داریم، مربای آلو بخارا است، مربای سیب است و از قبیل مرباها دیگه می دو چیز مربای زردک می باشه، دیگه چیز نداشتیم. خوب بسیار خوب. امی شما یادآور شده که ما آلو بخارا و دیگه چیزا را چیزش جور کردیم مربا را امی خودتان جور کردید در خانه؟ در خانه نه در خانه خودم جور میکنیم. خوب بسیار خوب. از بازاری نیست اگه خودتان با چیز خود جور مشتری ما که میایم به خاطر میخواستم خانگی است. راز موفقیتتان در چیست عزیز؟ راز موفقیت ما در ساعت ما است که باید است پاک صفایی را جور کنیم که مردم باید است صحتمند باشه. عزیز محترم چند نوع ترشی داره در دکان خود؟ ترشی خو یکی اوری می باشه، یکی سرکه‌ای است برادر و دو سه رقم ترشی که دو رقم سه رقم داریم و یکی چگنی خاص ما داریم خود ما جور میکنیم که او فکر نکنم کسی در افغانستان کسی جورش کنه، ما خود ما همی ترش کردیم و تر از این چه قسم است که همی گشنیچ و مرچ و اف مساله خود ما قد میکنیم که حالا خود ما برای کلگی بگویم واسه راز ما پیشا بشه و چگنی ما خود ما ایده چیز چگنی را با بیننده ها عزیز نشان داده میتونید؟ هزار دفعه چرا نه.
که این مسائل زیاد گرد میشه، 7 مسائل گرد میکنیم ما خود ما و گشنی چمرچو خب باید در چکنی باشه، در سرکه و گشنی چمرچو باز 7 مسائل ما دیگه گرد میکنیم که ترکیبش پورا میشه. و چند نوع اچار داره و چند نوع چیز داره ترشی؟ ترشی خود یکی آچار است، یکی اوری، یکی ترشی است یکی اوری. اوری علایده می باشه، ترشی علایده می باشه. حاجی صاحب محترم، با رمضان چی آمادگی گرفتین؟ والا با رمضان بیادر آمادگی ما زیاد گرفتیم، بی که با یک سیر دو سیر نه با خروار ما گدام داریم، ما آمادگی زیاد گرفتیم دیگه. توکل به خدا دیگه بیادر. و حاجی صاحب یک خاص ازتان داریم که رمضان شو بسیاری دکاندارا امی قیمت های بلند میبره، از شما خواست داریم که قیمت ها را بلند نببره. والا نه بیادر، ما تقریبا نمیجا 20 سال در همین یک نرخ روان هستیم. اگر مثال مواد قیمت هم خریدیم همو دم یک نرخ سودا کردیم، اگر ارزان هم خریدیم دم یک نرخ پایین کردیم شه و قیمت نکردیم شه. بسیار تشکر، زنده باشه حاجی صاحب. پیام خاصتان به امو مشتریاتان چیست؟ والا پیام خاص ما در است که بیان ترشی سی ببرن پاک صفا دیگه. پیام ما این به این شکل این کلش آماده پاک صفا و کلش پاک صفا پوست کردگی است پاک میکنیم. و پیام دیگه ما در است که یک سال آرامی بیاید. تشکر، زنده باشی. درنو لیدونکو، دا زموږ د نن ورځې خپرونه تر بیا بلې خپرونې پورې چې زه نجات احمد نبیزاده سره د خپل تخنیکي همکارانو ستاسو درنو حضور ته حاضرېږم. په لوی سختن تعالی مسپار هر چېرته چې یاستئ آباد او سوکاله اوسئ. زنده باشید، خدا آرام باشید. تشکر، زنده باشید. مهربان.